як дӯсти мо ҳам аз сафар омад, падарашро надид, нав аз кем рӯи дур омад, чандин километрҳо кишварҳои хориҷ буд, омад ки падарро ба хок супориданд. тол нав ҳамин нафас рост накард ки аллакай хештаву гуфтанаш ки бояд хун кунӣ, бояд ягон гов кушӣ, чиро ман ки ҳамон ҷо будам гуфтам гӯш кунед бародаро, нав омода монед нафасаша рост кунад, монед хун кунад, тоза кунеду гӯя баъзан урф пурфур монеду хи масрафҳоро ин чизои зиёдтира болои мардум бор накунед, баъзан чизое ки ҳаст ки баъдан мард баъд кардан мегирад, гуфти худтон зиёфатҳову дигар ба ҳама биёд хӯрад. монеду хи мардум мусибатзада аст, як дили ором мебад, як таскин шавад, як кучугуна ҳамаро партофт онҷо гов ков, гӯспанд кову то ки забт куну, хон куну, хонаро тоза куну. اون چیزی که شما قید کرده در حقیقت جز خرافات دیگر هیچ چیزی نیست. خانه رو تازه کردن، از چی تازه کردن؟ از روح میت یا دیگر این چیزها هم چیزهایی هستند که انسان ها خود به خود از پیش خود میگویند. فکر کنم عرف هم نیست بلکه خرافات است. در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت میکند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که جنازه رو با جنازه سه چیز میرود. دوی آن او را میگذارد و یکی با آن میماند، با میت. مالش و خانوادهش با او میروند و عمل صالحش. فرزندان و اهل خانوادهش او را ترک میکنند و میروند و مال و دارایی که هست میبینیم تو حتی بالای تو چقدر چیزهای قیمت بها و زرهلدار ماندگی هستند، همه اونها رو برمیگردونند و با یک سانی سفید و یک کفن سفید عادی که نه گل دارد و نه زر دارد و بسیار ارزان است، با همون دفن میکنند انسان را. پس با انسان چی میماند در قبر؟ فقط عملهای صالحش. در حدیث صحیح آمده است که انسان در قبر است یک جوانی پرنور بسیار زیبا و بوی خوب میدهد، نزد میت میاد، میگه تو کی هستی؟ میگه من عملهای صالح تو هستم، من عملهای صالح تو هستم، تا با تو خواهم بود تا اینکه تو هیچگاه غمگین نباشی. و در دوام حدیث میگه چه یک در صورتی بسیار زیشت بدبو یک انسانی نزد انسانی بد میاد که در قبر است، میگه تو کی هستی اینقدر منفوری، اینقدر بد مینمایی؟ میگه من همون عملهای زشت توی هستم و امروز با تو میمانم. خداوند همه عملهای ما رو خالص و به خاطر خودش گرداند و قبرهای ما رو باغچه از باغچه‌های جنت گرداند. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمایند که اعقل الناس من ترک الدنیا قبل ان تترکه. عاقل ترین مردم انسان‌هایی هستند که زینت و زیبایی دنیا یعنی محبت دنیا رو از قلبشون دور میکنند پیش از اون که دنیا اونها رو ترک کند. و انار قبره قبل ان یسکنه و قبرهایشان رو منور و زیبا و روشن میگردانند، به جنت تبدیل میدهند پیش از اونی که به اون خانه آخرتشون برند. والله ربه قبل ان یلقاه و پروردگارشون رو راضی میکنند پیش از اون که به ملاقات پروردگار جل و علا برند. حضرت عثمان رضی الله عنه بالای قبر ایستاد و زیاد گریست. گفتن هی خلیفه رسول خدا، وقتی درباره جنت میگوییم، درباره دوزخ میگوییم تو گریه نمیکنی، درباره روز قیامت میگوییم تو گریه نمیکنی، اما برای قبر تو گریه میکنی. آیا تو از قبر میترسی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت دهشتناکتر از قبر دیگر چیزی نیست و اولین خانه آخرت این قبر است. اگر این خوب باشد، این خانت اگر خوب باشد آسان بیاید، اگر سوالت و جوابت خوب بیاید، جوابت بر سوال ملک ها، پس عاقبتش را بدان که نیک است. اما اینجا اگر وزنین باشد عاقبتش باز وزنین تر است.